سلام بچه ها، چطورید؟ من امینم از کانال کایزن با یه جلسه دیگه از آموزش زبان سی، جلسه 12 و اینکه در ضمن روزتونم بخیر. جلسه 12 توی این جلسه میخوایم با یه نوع تایپ جدیدی یا یه نوع جدیدی آشنا بشیم توی این زبان به نام بول، که خیلی ساده است، همون اینت در اصل. بولیان تایپ ها تو همه زبان ها وجود دارن. بولیان تایپ ها دو حالت دارن، یا تروان یا فالسن. اونایی که با دوره پایتون من اومدن جلو یا اصلا کلا هر دوره، هر مطالعه کردن هر چیزی 100% با این موضوع آشنان که ما یا ترو داریم یا فالس داریم. توی شرطمون هم مثلا جلسه قبلی دیدیم، یادتون باشه وقتی ما از عملگرهای مقایسه‌ای داریم استفاده میکنیم، یا مثلا یک برمیگردونیم که به معنای تروه، یا صفر برمیگردونیم که به معنای فالسه. خب و همچین موردی توی این زبان، تو زبان سی از سی 99 بوده. قبل تر به این حالت بود. بذارید حالا بریم سراغ مثال. توی لایبرری، توی کتابخونه stdbool.h به این حالتی که ما میایم اول از همه خب استاندارد اینپوت آوتپوت رو میذاریم و stdbool.h main return 0. خب ببینید جلسه قبلی مثلا ما می اومدیم فرضاً یه عددی میدادیم، بعد میخواستیم مقایسه رو انجام بدیم. به این حالت بود که مساوی آ بزرگتر از عنوان مثال 5. اینه که می اومدیم پرینت میکردیم result is درصد دی و اینجا ما ریزالت رو ریزالت رو اینجا نمایش میدادیم. اوکی. و میایم اینجا gcc-stdc11 main.c main. خب ریزالت یک یعنی همون تروه. حالا ما میتونیم به جای اینکه از اینت استفاده کنیم، برای اینکه ریدبل تر باشه این کدمون، بیایم از بولیان استفاده کنیم. یعنی چی؟ بول. ببینید یه چیز خیلی جالب اینجا به این حالته. نگاه کنید بول چیه؟ میگه یه پری پروسسوره. بعدا در مورد پری پروسسورها بهتون میگم. دقیقا قبل از اینکه این کامپایل اتفاق بیفته، میاد توی خود این زبان، توی سی 99 اینجوریه بول وقتی میخوایم تعریف کنیم. خب به این صورته. اوکی. ولی برای اینکه بیان بولیان رو تعریف کنن، اومدن گفتن بول. یعنی چی؟ خود زبان به این اومده بولیان رو به این حالت تعریف کرده. اوکی؟ خود زبان اومده بولیان رو به این حالت تعریف کرده. وقتی که من اینجوری میذارم بول توی پری پروسسور، قبل از اینکه کامپایل اتفاق بیفته، پیش پردازنده میاد اینو جایگزین میکنه. یعنی به این حالت در اصل داره مینویسه. اوکی؟ به این حالت مینویساتش. ولی ما خب به این کاری نداریم. ما میایم از همین استفاده میکنیم. ببینید این یکم لحاظ نوشتاری هم یکم اذیت کننده است. میتونید اینجوری هم بنویسید، مشکلی نداره. ولی خب پیشنهاد من اینه 100% اینه ریدبل تر، استاندارد تره همچین کاری رو بکنیم. خب پس وقتی میایم بول مینویسیم چه اتفاقی میفته؟ داره دقیقا همون تایپ نشون میده، یا ترو یا فالس. به عنوان مثال یه بار دیگه بریم کامپایل کنیم، ببینید بازم همون رو با هم برگردون. ترو هم فالس هم یعنی 1 و 0 دیگه، پشتش عدده. هر چیزی که صفر باشه فالسه، هر چیزی هم که حالا غیر از صفر باشه، غیر از empty باشه، تروه. این از این کلیت این تایپ. پس از این به بعد هر موقع خواستیم که حالا شرطی با شرطی ارتباط داریم، میخوایم یه مثلا بگیم یا اینه یا اینه، اگه این باشه اینه، اگه این شرط برقرار باشه تروه، اگه نباشه فالسه. اینجور تیپ چیزا که دو حالت دارن، ما میایم از بولیان استفاده میکنیم. این هم تایپ بولیان، خیلی هم ساده بود، بیشتر از این هم چیز دیگه ای نداره. حالا توی جلسات آتی مسلما از این استفاده میکنیم، چون برنامه باید بنویسیم، شرط دارن برنامه ها و از این چیزا. پس امیدوارم که خوشتون اومده باشه و اینکه اگه خوشتون اومد حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. کاری نداره، دمتون هم گرم، کمک میکنید، هم انگیزه میدید به من، هم کمک میکنید به کانال که ویدیوها بیشتر دیده بشه. دمتون هم گرم. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.